بچه چطور من کار تو خوشم هم مثل مانند هستم. امروز آره که بهتون بگم که من طی این 2 هفته من کجا بودم. دوستان متاسفانه خب خواهرم گوشی مامانم خراب کردم و من هر گیم پلی که من از این گوشی که الان دارم ویدیو میگیرم، هر گیم پلی که من داشتم میگیرم فقط اینو با گوشی مامان داشتم انجام میدم، یعنی اینکه من باش وصل بودم و متاسفانه اون خرابش کردم. من به خاطر این 2 هفته من نتونستم من ویدیو بزنم براتون و هنوز 4 تا هنوز شورت ویدیو دیگه من هنوز مونده که من هنوز اونها رو نگذاشتم. بچه من از اینکه تو من عذرخواهی میکنم و دوستان اگه میبینید سری دارم صحبت میکنم چون نمیخوام ویدیو رو مثلا بالای 1 دقیقه نمیخوام بالای 2 دقیقه باشه. و همین دوستان دمتون گرم تا اینجا به من حمایت داشتیم، امیدوارم که بالاتر و بالاتر. و اینجا من داداش من اینجا هستش و لطفا اونم برید سابسکرایب کنیم، اسمش مستر مارجه که تازه اولین ویدیو رسمیشه، لطفا بریم اونم سابسکرایبش کنیم و بعد این قراره که بریم با هم یک کاستوم با هم بریم که کاملا هنوز کلی دیگه چیز میذاشم مونده که من تا فری فایر رو نصب کنم، تا نمیدونم اونو نصب کنم، تا اکانت رو وصل کنم. الان خداشون هر چی تو این گوشی دارم من انداختم اینجا و خداشون متاسفانه امیدوارم که بهتر از این گوشی، بالاتر از این گوشی، هر چی هستیشو امیدوارم که شما از من بالاتر داشته باشین. این آرزوی قلبی منه، چون هر کسی آرزویشه که با من این گوشی خیلی خفن داشته باشه. من اینکه تو عمر زندگیم مثلا یعنی تا 1 ماه پیش، دو سه ماه پیش من فکر نمی‌کردم که یک گوشی 177 میلیونی تو دستم باشه. الان من که پرسیدم گفتن که 177 میلیونیه. من که فکر نمی‌کردم که تو اون زمین خب من همچین گوشی خب من تو دستم بگیرم، ولی الان می‌بینی که الان گرفتم. پس باید به هر چیزی باید داشته باشیم و همین دیگه. امیدوارم که بهتر از این گوشی دستتون باشه. سوسیس بتونم نگم با چه سختی من گرفتم. دوستان دمتون گرم، عاشق همتونم، آرزوی سلامتی، آرزوی پولداری برای همتون دارم و لطفا دیگه بنده رو اگه افتخار میدین لایک، کامنت و سابسکرایب کنیم و برادر بنده اینجا هستم و الان نمیخوام بیان، لطفا اونو من دنبال کنین و سابسکرایبش کنین و از اینجور حرفا. دمتون گرم، خدا نگهدار. They'll be calling me,